I can see in your eyes. Something got me is the color of the skies. Just take my hand, don't tell me lies. Zaina, Zaina. Mira el fruto prohibido, tu piel, tu vestido, colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fuego durante un minuto, mi mente lloraba tu esencia. Zaina, 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 nada. I sing your name in my songs, nada. Maybe you can hear me out, nada. Nada, Zaina, 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 nada. I hope that you can feel my love, nada. زهرا جان تو کی رو نگاه میکنی؟ سلین چیزی که من میبینم تو هم دیده ایستاده ای؟ چی رو دیده ایستاده ای؟ انا اونجا رقصیده ایستاده است. کی میرقصد؟ زیو توبه کردم این دختر چی ها میگوید؟ زهرا جان به خود اوی زیو میا نیست اون نور در نظرت می نماید. زهرا مرا نترسان زیو نیست در نظرت می نماید. همه این خیال است. از دست دادیم این دختر رو. خیال است؟ البته که خیال است. همش در نظرت است. خیال است. ای استاد خواهش میکنم لطفاً با من برقصید. استاد لطفاً خدایا توبه. استاد رو کار کرد که یکان دختر با ما میرقصه. همه دختر رو کشیده گیرید. با اجازت شما. استاد سلیم انا اونجا ببین رقصیده ایستاد است بین. ای زهرا کافی است. زیامون تو چی ها میگویی؟ زیا نیست دیگر. تو گفته بودی که دیگر تنها نشینی نمیکنی، غمگین نمیشوی. زیامون قبول کن. توبه کردم. سلیم من خوب نیستم لطفاً بیا رویم. آخر ناومدیم. سلیم رفتیم لطفاً. این همون دختری نیست که از پسم میدوید. خدایا توبه. حالا هم از پسم هست چی؟ این خیلی نمیشود. باید رفته با او گپ زنم. چی میخواهد از من؟ چرا از پسم است؟ بچه ها من باید رفت. زهرا رو برویش برایت هم او را نمیشناسد. خدایا زهرا اینجا بوده است. ای عجب دامولازیا او را دیده باشد. خانم دامولا چی گپ شد؟ دامولا شما رو بسیار منتظر کردم. من در تلفن گپ زدم. رفتیم به داخل می‌داریم. این نمیدونم این زهرا است کی است؟ دیوانه است از پس من است. دامولا من خنک خوردم. بیا درویم. تمام. رفتیم خدایا چی گپ از خودش؟ Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you try با هم میرقصیم. if I touched your lips? نه خوش ندارم رحمت. Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your سوپان arms. در زاد روزم با من میرقصی؟ نه بخشش روزی که من رقص کردن نمیتوانم. لازم نیست که تو بدونی. خودت رو بجنبان. تمام. استاد احمد هم با من رقصید. نرنجان مرا امروز زاد روزم من است. رقص کردن نمیتوانم. گفتم من با تو میاموزانم. بیا
ба якдигаратон мезебед. Чӣ коре мекунед кунеду аз ман дур бошед. یک چیز گویم اون دختر آنجا بود مرا تعقیب میکرد کی دامولا؟ کی رو میگوید؟ آخر زهرا بود کی بود و خانه آمده بود کو وای چیز رهایش کنید او رو دامولا گپتان رو حیف نکنید دیوانه است وای دیوانه یعنی فراموشش کنید با خوردنتان تصادفی بود نه نه باری دیگر روبرویم برایت میپرسم که چی در بود نپرسید یعنی لازم نیست دامولا گذشته رو مانید رود آینده رو فکر کنید امروز بسیار زیبا شدید کاستومتون با شما بسیار زیبیده است خیلی وقت شد شما رو این خیلی ندیدم خیلی وقت گفتید؟ همگی ما چند بار واخوردیم حق هستید ولی از راستی زیبا شده اید تشکر شما هم زیبا هستید مرا زیبا گفتید بسیار شاد شدم خودش چی گپ است؟ این نگاه رو ببینم دل آدم رو آب میکنه بس است من شینم اکنون موسیقی تمام نشده است آخه تشکر زیاد همینش بس است تو خوبی؟ فرمون کن بگو من من دختر رو میگیرم سوهان به تو میمونم دختر رو فکر هوشش در من است سوهان را نمیپسندد نبار گشته بی خودت من چیکار کردنم رو بسیار خوب میدونم وای حالا هم فرمایش نداده ایم فراموش کردیم خانم میلیس حاضر اکنون دیگر خانم نگوید تنها میلیس خب این خیلی باشد شما هم مرا احمد گویی شوخی نمی کرده است فکر میکند احمد است خوب دامونو چی خیلی که خواهید یعنی احمد دختری که گفتید خواهرم است کی؟ بتول وای دامونو ماما کسی مانند کردم عذر احمد مانند کردم او را نمیدانم کیست تو اما چه خیلی که میدانم شما هم دین اول مرا با کسی مانند کرده بودید پیش خدمت آمد فرمایش دیگه من درست نشدم دامونو ای وای میچکن اگر میلیس را بینه چی میگوید پسر را از دست دادیم خانم میلیس با یکون جای دیگر رویم چی اینجا دلگیر کننده است این روشنی ها چشمانم را خیره کرده استادند خوب مایلش چه خیلی که خود این خیل باشد بیا رویم چی شد؟ نه چیزی نیست پیش دروی رفتم استراحتی خوب؟ استراحتی خوب بچه ها؟ آی ماما زیبا شده زیبا شده بله جانم نه رحمت
وای ما اینقدر زیبا شده اید شما نشناختیم شما رو بوی میشوید. استاد احمد نامده بود؟ آماده بود استاد، با من هم رقصید. چه خیلی خوب. در کجاست؟ مگر ندید معلومه در نزدش یک دختر بود؟ استاد هم نکیه چی دختر امکی داشته. دختر؟ کی بود؟ چه دختر امک؟ کی میداند این امک دختری احمد کی باشد؟ همراه دختری امکش آمد. معلمه دختری امکش آنقدر زیبا بود که تو باز گفت. دختر امک؟ احمد یعنی دختری امکی استاد زیبا بودن؟ عشقم مگر ندیدی در حقیقت تو زیبا بود. بسیار زیبا ها؟ بله منظره زیبا کپروک دراز. این را گفتنی نبودم. با شما اینجا تنها بسیار زیباست احمد. بله زیبا. ببین این دختر چرا با من مثل دوست داشته اش می‌نگرد؟ دیوانه باشد یا اینکه در من چیزی رو پیدا کرده باشد. دختری عجیبی است. و دختر را خواهرم گفت، بعدم دست کشید. دامولوزیا گفت از این هم دست کشید. این را ببین روی راست مثل عاشقان به من می‌نگرد. خدایا توبه. این را ببین مثل کبک چارقاش است. در حقیقت من خواهر دارم مگر؟ پرسم میگوید فراموش خاطر است. از من دور می شود. حیاتی که دارم چون این دختر را دیگر نمییابم. دامولا خودتان را احتیاط کنید. شما هم همچنین. تا دیدار. شب بخیر. به خدا دختری عجیب است ولی شیرین. بسیار شیرین. فرق کننده. اما فهمد که حافظم رو از دست دادم. به خدا که برایم دیگر نگاه نمیکنم. نمیگویم. شوخی را یک طرف گذار دخترک بسیار معقول شد. من زندگی خود را ندارم مگر؟ کی بودم؟ کی هستم؟ من کیم؟ یا خدا. اوف. باشد خیر باشد. اوف سر را شسته خواب روم. اوف. مرا ببین در چه حالم. در خاطر ندارم. حافظه ندارم. کی هستم من؟ خدای توبه.
کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ چی گپ شد؟ اوف. خانه انتخاب کرده ای تو همین است مگر؟ تو بسیار آدم بیهنر بوده ای کلتکیلاس. این چه خانه است خدایا؟ توبه. از کجا یافتم من این خانه رو؟ نه برادر بهترش روم. مست بودم چی؟ خدایا توبه. یگان چیزی سخت تاثیر نشدم چی؟ هیچ نفهمیدم چی گپ است اینجا. این چه خیل دنیا است؟ رفتیم خدایا توبه. اوف. رفتیم کنی. اوف. در کجا است ماشینی ما؟ خدایا توبه. این چی است؟ یا خدایا همین رو دزدیدم مگر؟ نه من این خطا رو تکرار نمی کنم. اوف. شوکت رو زنگ زنم چی می شود؟ نه باید در ماه اصل است. بیا با یکان کلوب رویم. روی با تو نمی روم. شام بخیر. چی گفتی؟ نفهمیدم. چیزی نگفتم. به این هم هوشم در سرم نیست که چیزی گویم. به تمیز. تو رو از همسایه ها پرسیدم. باز استادی معرفتی دین بوده است. لعنت بر تو به تمیز. ای خدا تو رو زنده. دیوانه رو ببین. استادی معرفتی دین میگویده. دیوانه چی کاری کردم که از من قصد میگیرد؟ خیر رفتیم میرویم. شام بخیر. چه خیلت شما؟ مثل آن که اینجا از بالا زیر میکند. دلگیر شده باشید. رفته یکان جای دیگر تا میگیریم ها؟ دخترها یعنی من با شما چیزهای عجایب نقل میکنم. محبت نشان دادن را میآموزم. میشود؟ میدونید چی؟ انسان در حیات دویم یکه و تنها است. یعنی از آسمان نظر افکنی مثل نقطه هستیم. فهمو؟ فکر کردم در کار. خیر ببین با یکان جا. اگر اینجا خوب باشد میستیم می جنبانیم. اوهیستتر جانا. اینجا چی گپ است؟ تو عروسای ما را گپ میدیدی؟ نه ما بعضی گپ ها را درباره او آدم و آسمان و ستاره ها زدیم. بعضی ما و ستاره رو با تو نشان میدهم. نه این طور نکنید. موی لب های سیپا سجن نکنید. سجن نکنید. امشب شانس نداریم یگان دختر زیبا یافت نشد. چیکار کنیم؟ بهترش رفته یگان خانه دیگر یابیم. ماشین سور برخم های دولتی 2707 دزدیده شد. این زمان در مرکز است. کسی نزدیک باشد با اونجا روم. سردارم ما شاید از جای حدثه دور باشیم ولی در اینجا از بیهوده نشستن با آنجا رویم نمیشود. البته که میشود لبید. هیچ دلم آرام نیست پسرم.
اما اگر ماشین رو کارت کلاس عقی پدر بدوزید در اون طرف دنیا مشون میرفتیم. همین خیلی سردارم. خاموش سرجاغ. عصبی چی خیلی تو؟ عصبی هستم. بیزار کردی. پلیس ها آمدن خدایا توبه. یا خدای مهربانم، کمی دیگر اهمیت نمیدادم سرم در بلا میمون. ایها باز به همونجا آمدیم کو. اوف مایلش، امشب همینجا میستیم، پگاه جای دیگر میابیم. یا خدایا این چه خانه هستن؟ چی شد؟ من اینجا خواب کردم. خیزکنی از جای خواب به اینجا آمدم، در یاد ندارم. دیشب در کلاب با میلیس بودم، خانه آمدم. اوف سرم درد دارد. اوف دیر ماندم، باز دیرکتر جنجال میکند. بی‌تمیز. چی گپ است خانم؟ مگر این گپا رو گفتن به شما میزیبد؟ باز شرم نکردن نقش میبازد. آبای چی کار کردم او را؟ دیوانه است مگر؟ یا بسم الله. آرتیق با استاد احمد نگاه کن، ما او را نادرست شناختیم. رقاص بود است، رقاص. با خدا دیشب چه خیلی رقص کرد، همه ما رو در حیرت گذاشته. وای دختر زیبا در برش کی بودن؟
شرم نمیکنی جونید؟ تو دختری امکی استاد رو گاب میپرتوی. اینه چه خیلی گپ توبه توبه و پامون میشود. هیچ خیلی پا وای دختر مثل کوکلای باربی بود. یعنی چیزی بود نبود کاری استاد احمد با معلمای میجگان عیب شد با خدا. باز استاد دین است وای. این آدم در روحیه ما تاثیر بد میرسونه. بله البته ما درست بود. دختری امکش رو میگویم، دختری امکش رو. ای تو ما رو جنگ نانداز. تو همی خلاستی دو جانبه. خیر زیبا بود دختری امکشه. سرت رو کفونده میتوانم اما آگوهی یک میدهم. نه نامه باز این چی گپ است ماشینش استاد؟ باز وایران شد. استاد این چی ماشین است؟ سلام میدهیم. خیزه داخلی. بچه ها بیایید. بخیر است استاد شما ما رو نمیگفتید کو؟ بیایید بچه ها بیایید زود. یا خدایا استاد باز همین ماشینی کهنه. پسرم سفتت نگو زود تیله دهید بچه ها زود باشید. استاد ماشینتان رو میدهید کیرانه؟ دیدید بچه ها میدهم استاد میدهد که ماشینش رو رانم. رسیدیم بچه ها رسیدیم. من بسیار خسته شدم. استاد میگویم امروز درس را در هوای تازه در روی علف ها گذران نمیشود. بخیر است علف خوردن میخواهی؟ این را ببین شوخی ها و پوخی هایش رقص و پقصش من نمیفهمم این چی گپ است؟ چی شد قهرت کرد؟ تماما تغییری افتاد. برادر هیچ نپرس تماما دیگر آدم شده است. استاد درس را در هوای تازه گذرانیم. پسرم خنک میخورید بیمار میشوید در داخل میخونیم گرم است. رفتیم زود رفتیم. بیا برادرتون با درس داریم درس خوندن گوش کن برادر بیا نرویم نخونیم این درس رو بگم کاری کنیم نرویم. اما چه تو دیوانه هر روز از درس میگریزی؟ در صنفت میمونی آخی. تو مگر نمیفهمی مرا؟ نمیتوانم نشستن در صنف طاقت ندارم درس نمیخورد. خیر کنی بگو چی کار کردنی؟ بسرم یک فکر آمد. بسری تو باز چی فکر آمد کی؟ کمی فکر کنم. وای درسای خوب. با شما هم درسای خوب. با شما هم درسای خوب. خانم میجگان. احمد لبه؟ دیشب برای چی مرا منتظر نشده رفتی؟ وای زنی برات کی بود؟ زنی برام کی بود؟ ولی احمد جون او رو از کجا میدانی که دختر امکت است؟ حافظه تو در جایش نیست. آدم ها با آسانی تو رو فریب داده میتوانند. از همه خوبش غیر از من کسی رو باور نکن. شما رو چرا باور کنم؟ این خیلی گپ است. من نامزدت هستم احمد. یعنی من تو رو دوست میدارم. تو رو باور کردن خطرناک است ولی حالا میبینیم. بله بچه ها خیلی که بر زنده ها مسئول هستیم بالای مرده ها نیز مسئولیت داریم. بچه ها یکی از آنها این است که میشوییم، کفن میکنیم، پخته پر کردن. من چه ها میگویم؟ از پیش خودم گفته ایستادم در کتاب این خیلی نیست. یعنی برای ما نماز جنازه خواندن و دعا کردن از همه مهم است بچه ها. کجا شد این دیرکتور؟ کمی صبر کن میاد همین قیامت ببین چه خیلی قیامت برپا میشود. قیامت بچه ها مرد پارچه از زندگی ما است فراموش نکنید. در کجاست تو؟ او در کجاست؟ گپ زنه. کی در کجاست استاد؟ آن پسری بیگانه را شما بسیم در آورید ها استاد؟ پسری بیگانه استاد؟ میگویند وای شاگردی پیشینه اتون در سیم بوده است. شما چی ها میگویید؟
او در همین جاست. من میدونم. حاضر من او را میابم. استاد این خیل نکنید. کلی دخترم خیز از جوید کسر تخم که استاد او کی است؟ استاد این خیل نکنید. یعنی در آنجاست. انا بینه در آنجاست. برا دیده من. در جویت نیستید؟ استاد یک سوال دارم پرسم؟ پسرم چه سوال؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ گوش کن استاد احمد. در پیش شاگردانت به شما دروغ گفتن زیبنده است می. فرمان ما را نشنیده بودید مگر من نگفته بودم در آمدن شاگردان بچینه بس این معنی است. استاد احمد مگر من نگفته بودم که اگر یک بار دیگر تکرار شود شما را از مکتب پیش میکنم؟ گفته بودی؟ صدقه یادمگری شوی. هم این بچه رو بسیم راه میدهی هم روی راست به من دروغ میگویی. ای به نمیدونی استاد؟ با خدا اگر یک بار دیگه تکرار کنی استاد در مکتب دفت میکنیم آخی. استاد خطاگیر شده است اینجا. او شاگرد پیشینه من نیست. نافهمی است اینجا. تو دیدی؟ استاد رو اینها شرمنده کردن. مایلش من همه اش رو حل میکنم. گوش کنی بچه کجا بیام؟ برا گم شب که میام در همونجا قوت همه کنم. ایست با جایت گذر. استاد شما مسخره کردیستی؟ استاد عذر میپرسم ولی من درسم رو شکستنی نیستم. ماند ایستم. چیه بگو یک بار. شنیدید استاد که چی گفتم؟ گوش کن استاد احمد. گوش کن. در این مکتب دیرکتر مایم. کدام شاگرد درسی میماند کدامش نمیماند من حل میکنم. من شما نه. برو گم شو که بخدا کورت میکنم. ایست در جایت. استاد مرا ببخشید. اگر شما راهبر این مکتب باشید من هم استاد این صنف هستم. اینجا کی را به دست راه میدیم یا نه من قرار میدهم. همین خیلی استاد احمد. بله استاد. افسوس صد افسوس تا امروز از خطی کشیده من بیرون نمی بر اومدید. استاد بمره به همین حال توی بمر. هر چیز آغازی دارد استاد. حالا بیس من میدونم با تو چیکار کنم. تمام خاموش. استاد گپ نیست شما. پسرم تو اینجا چیکار میکنی؟ استاد من با مکتب برای پرسیدن سوالم آمدم و بچه های این صنف باشن برای در آمدنم بسیار کمک کردن. خدا از آنها راضی باشد. بسیار بچه های خوب هستن. یعنی که بچه های صنف به تو یاری رساندن ها؟ استاد ما نکردیم. خب هنگامی که بچه های این صنف یاریت کردن چند سوال هایی که داری کنی بپرس آنها را. بچه ها سوال های پرسیدت را جواب می دهند. مگر همین بود نقشه تو؟ واسه ما بالا آوردی به خدا. چیکار کنم؟ از کجا میدونم که این خیلی میشود؟ هجری سوالات را بپرس کنی. اکای هجری سوال های آسان بیده مایلش. استاد گوش کنید. حضرت آدم رو در جنت شیطان فریب داده بود کو. اگر ما هم به جنت رویم ما رو نیز شیطان فریب میکند. استاد این سوال حتی در امتحان آمده بود. ما نمیدونیم این را. استاد با ما رحم کنید. استاد بله این طور که باشد بیاید آغاز کنیم. در اینجا کی هست؟ سنن استرک. انا وزیر خواب میشود. استاد من نو آمدم. حالا به این مکتب اودا نکردم. در این مورد تو را یک بهای 2 میمانیم شاید هوسمند شوی. شین بها 2. چی نگاه داری؟ نگاه ندارم. دیوانه شده ای در این صبح سحر با دست چپت خستی از خواب. درست گپ زد. من با دست چپم نخستم.
اما تو باشه باز چی کار کرده ای؟ زهرا تو چرا میلیس رو میرنجانی؟ دختر بی سر و صدا صبح نکرده ایستاده از داخل. بله هر روز باید با من جنگ کنن. خاموش. در سری دسترخوان ناراحت شدن نمیخواهم نگفته بودم. گفته هایم از این گوشتان در آمده از اینش میبرنده. بیچاره تو مثل زنها در خانه میشینی، من باشم کمتر پس با واخوری میروم. ایرانگولی الفت شاه. بله استاد برای جواب دادن به این سوال حالا بر وقت نیست؟ یعنی با جنت رویم اونجا جواب میدهیم؟ در اینجا بهایت رو 2 میمونم 5 رو در جنت میگیری. استاد چرا بهای 2؟ شین کنی خیز ملیکا تو هم جواب سوال رو به جنت میگذاری؟ نه استاد نه. استاد کتاب را دیدن ممکن است؟ کتاب را؟ بله استاد تو امروز اجازت میدادد که یا که امروز فراموش کردید؟ استاد جواب را از کتاب دیدن ممکن است؟ البته دخترم این هم یک نوع آموختن است و بین البته اجازت است. بین تمام زود باش زود باش نیست. استاد در کتاب هم جواب رو نیافتم. یک امکانیت دیگر میخواهی؟ بله یعنی با فکر من برای اون که شیطان یک جان دارد، یعنی نعمتهای جنت رو دیده با ما کار نمی کند، کاردار نمی شود، برای خودش روان است، میداند که با کی سر و کار بگیرد. استاد تمام. شین دخترم بهایت دو. ولی استاد من همیشه بهای الله میگرفتم از شما. همه چیز آغازی دارد. شین گذشته بر نمیگردد میگویم. کنی آرتیق تو را گوش میکنی؟ از پشتی تو بهای 2 میگیرم، حاضر دهانت رو میشکنم. استاد این سوال تماما به آرتیق علاقمندی ندارد، چون که آرتیق به جنت رفتنش غیر امکان است، او را در آمدن نمیماند. این چی سوال بود؟ چرا پسرم چیپته جنت رو تو میدهی مگر؟ نه استغفرالله استاد، شوخی کردم، همه شوخی بود. استاد من جواب میدهم. استاد شیطان در جنت چیکار میکند؟ شیطان را از جنت راندن کو، بسش نیست مگر؟ استاد ما را به حالمون گذاره، دیگر کار ندارد از پسی ما میگردد. بشین دو. خوب شاگرد فعالمان صبحان چی میگویی؟ استاد شیطان به جنت داخل نمی شود، چون که شیطان گفته خداوند را به جا ناورد و از جنت رانده شد. برگشتنش بر جنت ممکن نیست. بله منطق دارد، گرچند جواب سوال این خیلی نباشد هم باکی ندارد. من تو را 4 میمانم. آی استاد باید 4 نه 5 نمونده. وای 4 میگیرد من 2 به چشمانم باور نمیکنم. 2 گیرک خب کن. ها تو چی 5 گرفتی؟ باید سبحان این چه میگوید؟ جنای تو را گوش میکنیم. با جام شدم باز پرسید. استاد من میگویم که شیطان های من برای خودم کافی هستند، یعنی شیطان های دیگر مرا آزار ندهند. البته با تو 2 تا دوی خوشرکک مانم. به این هم یگان چیز دیگر انتظار نبودم. تشکر زیاد استاد. آفرین بچه ها، یعنی غیر از صبحان همتون بهای 2 گرفتید. آفرین. استاد جواب این سوال رو میدهید یا اینکه نه؟ تو حالا هم سوال میپرسی هجری؟ جوابی سوالم رو گوید استاد؟ نویس هجری. هنگامی که قیامت برپا می شود زندگی دنیایی به آخر می رسد. بعد از آن شیطان و هیچ چیز دیگر نمی ماند، چون در جنت همه چیز حلال است.
شیطان از همین خاطر ما را فریب دادن نمیتواند. همین خیلی نه. اما وقتی که امتحان به آخر میرسد انسان ها بدی کردن نمیتوانند، چون در اینجا فکری بدی کردن از عقل و ارادهشان بیرون کرده میشن. خدا از شما راضی باشد. سرم آروم شد. بیایید به درسمان بازگردیم. در کجا ایستاده بودیم؟ مرگ و حیات در دنیا، روزی رستاخیز و زندگی آخرت. ای استاد خسته شدم. در جوانیمون عمرمون رو برباد داده. چی قدر مرگ جهنم جنت میگوید. حالا جوان وقتی فکر کردن اینها نیست، وقتی پیری فکرش رو میکنی. چه خیلی گپ میزنه پسرم؟ فقط پیرها میمیرند نه؟ نمیبینید برای آن که شما درستان را به راحت خوانید جوان مردهای این مملکت خود را شهید میکنند. بچه ها خبر ندارید شما با این کار در رفت زندگیتان تنها خدمتگار شیطان میشوید. این را فراموش نکنید. تمام تنفس شد. همین قدر درس برای شما زیادت است. برای من نان و روغن میدهید؟ بوی کلتاکیل است. با خدا بوی برادر میحس میکنم. ای خدا جان رو مگردانم برادرم باشه. خدایا من هم خیالی شدم. بودن او رو احساس کردم. اخی برادرم مرا ببخش. خدا رحمت و مغفرتت کنه. دانسته باش به تو زندگی شوکت میاری پیاری ہے. نام کجا شد؟ هم بدبخت میدونیست که همین قهوه خانه جین داره ماده فروختشه. بچه ها بانو رو میشناسید؟ کی را؟ بانو معلمه ای کو؟ بابا معلمه همون است. با خدا؟ چی درس میدید؟ زبان انگلیسی. انگلیسی؟ همین خیلی فکر کرده بودم. از قد قامتش مثل انگلیسی ها هست. سعیرو کنی همه دیگه بیاین به همه تو شکلات میدیم. شکلات یک دونه شکلات میدم. کنی گیری بگیرین. در روفیات میگن که دانشجو را شکلات بتی بیش میره. بگیری به پول. چرا با ما شکلات به پول داده؟ ای دادر کاری چی میگن شکلات خرد زواد چه نپرسی؟ بشه اینجا کنی کم تر چخچخ کنه. حالا بگین بونو معلمتونه. تو شکلات 10 تومن گرفته کو؟ خدا دادی کو؟ خیلی بخیرین زهری بدنتون شد. بانکروت میکنید. ای نو مشروگیری گوشش رو کش. معلمه بونو اومد. بونو جان. اوف. Mrs. Barno, welcome to my place. To my place in Marfur. نگفتهش نماند. We very beautiful. What a smile. And you چشمانتون خوشرو. بنو خوشرو. تو چی سفسطه میگویی؟ چی میگویی ها؟ من از کافه تو فقط یک خودو گرفتن میخوام بس ای؟ آروم شوید. خدایا توبه. Excuse me آروم شوید. I make خودک one dog. I make خودک میدیم به خدای. خطا گفتم چی؟ خودک به انگلیسی چی میشه بچه؟ hot dog. بعد معلمتون چرا من رو نفهمید؟ خطا کردی. نه من انگلیسی را لهجوی شگفت زدم. با همین خاطر اون مرا نفهمید. خیلی جگم نه. کنی بچه ها با من درباره معلمه انگلیسیتون نقل کنید. با تاجیکی نکی نقل کنید. معلمتون نمیدونه. شما یکی جو میدونید. چی نقل کنیم؟ همین پد چی را دوست میداره؟ خانم اشگان. جناب احمد. سلام. من از شما یک چیز رو پرسیدنیم. پرس احمد جان هر چی که میخواهی. من پدر و مادر ندارم. کسی ندارم. چیز؟ به خاطر نداری؟ ندارم. این بسیار سوال دشوار است. من این رو چگونه جواب دهم؟ احمد جان پدر و مادری تو در خردیت مردند. زنده می بودند مگر از شما پنهان می کردم استاد احمد. همین غیبتی می کردم بر شما. باشد حیات دوام دارد.
غمگین نشوید. من شما رو تا مردن رها نمیکنم. برادر هم ندارم. نه، متاسفانه. رحمت. تنها موندم. بسیار. تنها. مادر من میبرایم. ملیس با کجا میروی شیرینم؟ با دوست داشتم و میخورم مادر. یک لحظه دوست داشتد مگر؟ یعنی چی خیل؟ کی شناس شدید؟ چیزی با من نگفتی؟ دیر میمونم، بعد نقل میکنم، باید روم. بای بای. خیر جانکم. آهه هرچی کسی را یافته است دیگر با من کاری ندارد. من باوری دارم که سنن طلبه فعال می شود جنابی سمی. بله همین خیل با تربیه است. اویلاش در ازمیر است؟ بله اما سنن در اینجا همراه من زندگی میکند. بسیار خوب. شما تشویش نشوید جنابی سمی. سنن در تربیه ما است. یعنی من او رو از روز اولی اومدهش بسیار دوست داشتم. تشکر زیاد. ما هم خوشحال شدیم که با چنین استادانی با قدر مثل شما یک جا هستیم. همین خیلی نیست نه؟ بله اکا جون. فکر میکنم سنن بسیار دختر خوشبخت است که مثل شما برادر دارد. بله از دستمون اومدش رو یاری میرسونیم. البته یک استادی دیگری هم داشتیم. با فکرم شمشک. استاد احمد. جناب احمد. جناب احمد ما رو جناب احمد کمی پیش اینجا بود، حاضر برآمد. اما جانم باز که آمدید شناس میشوید. خیر باز میایم. بدتر شناس میشویم. نصیب نبوده است امروز. انتظارم. یعنی انتظارم. اکا چشمانی معلمه رو دیدی؟ کدام چشمانه فهمیدم؟ تو چی خیلی ندیدی ها؟ چشمش رو تماما از تو نکند. چی خیلی است؟ زیبا نیست مگر؟ سنن جان صفت نگو. من مطمئنم تو بابای معقول شدی. هم معلمه زیبا است. سنن جان میدونی که من بیتول رو دوست میدارم. چرا تو بیتول رو دوست نمیداری؟ برای آن که تو رو از پسش دوانده است. از او خوشم نآمد. همون قدر زیبا نیست. خنک نظر است. خنک نه، جدی و باسواد است. سلام دومولو. عذر باید احمد میگفتم. بفرمایید گذارید. خوب هستی؟ چیزی آزارت میدهد؟ خوبم. احمد این خیل نکن. به این هم در خانه غمگینم کردن.
چی گویم؟ با اقبال بوده. چرا؟ برای آنکه غمگینم کردند؟ نه، چون که در خانه کسی نیست که غمگین کنه. من کسی ندارم. ملیس، امروز روزی خوب نی به فکرم. یکدیگر رو نبینیم بهتر است. بخشش کمی غمگینم. احمد؟ نه، با او انتظار کردن نمیتوانم. حق ندارم انتقام گرفته این را از زهره جدا کنم. گفتنم هم فایده ای ندارد. حافظه‌اش را از دست داده است. چیزی را به خاطر ندارد. وقتی که بتول را دید حتی او را نشناخت. از همه خوبش به بتول میگویم. وای دختر است. شاید چاره مییابد برای احمد. بله، به بتول باید گویم. خیر است در طرفای ما خوش آمدی اکا. تو اینجا چی کار میکنی؟ سمبوسه فرمایش دادن همه را آوردم. شما در اینجا چی کار میکنین اکا؟ مرا به نزد طهارت خانه ببر. اکا شما برای چی قصر رسیمین؟ آز استاد در طهارت خانه کار کردیسن. نه سمبوسه شما بردم آمدم اکا. آز در روز چند بار رویم عیب میشه و میگن با اومد. خاموش باش ابله. خوشحالا یگان کل شیطانی نکن. کنی رفته بینیم با پولهای ما تا آنجا چیکار کردی؟ کنی رفتیم؟ اکا میدونین چی گپ شد؟ پولی سمبوسا ما امجا بگیرم برای مکه یگانجا یک نهاری کنیم دکسه. گوش کن. تو را همکار و بارد را گیردیم را میرویم. دختری که میلیس گفته بود همین نیست مگر؟ چی کار کنم؟ از پسش روم. رفته چی میگویم؟ تو خواهری من میشنوی گویم خدایا چی خبر است؟ اینقدر من سیاره بی تقدیرم آزی بود در یکون بلا گرفتار میشم. شوکتی تو مرا با کجا آوردی لعنتی؟ خدا تو را رسوا کند. تو مرا با کجا آوردی؟ خدا تو را رسوا کند. اکا خاموش باش. اکا با خدا راست میگمی. منم مونده شدم بیا بریم در ماشین دم بگیریم. تو چی میگویی؟ کنی طهارت خانه ساختگی انا استا این همیجا فونده میشه ریخته بودن کجا شده گم شده؟ خدایا توبه. با فکرم تای خاکش کردن اکا. نه کسی دوزیده برده است اکا. میشتیم آن را میارم. اکا و چیزی را که دوزیدن دیگه بر نمیگردن. در کجاست طهارت خانه؟ بیا من او را یک تا زنم. او جای طهارت خانه رو با ما نشان میده. سلامت باشی. خوشم به سرم اومد. با یادم اومد. اکا طهارت خانه اینجا نیست. جایش را فراموش کردم. در پشت آن اون بنا است. مرا گوش کن شب. لبه اولو حضرت. با تو 3 دقیقه میدیم. خیر 3 دقیقه 3. اگر در این 3 دقیقه طهارت خانه را با من نشان ندی قبرقه هایت را در زنم. اگه این خیل باشد وقت رو از دست ندیم. بی زودتر میرویم.
بخشش برو پیش نگاه کنی نمیشود کم رستی مگر انا ببین که توراتخانه در آنجاست من رفتم اینجا گذار های شفقتی به شفقت خیلی شرف سازی با فکرم خودت او قصاص نیست اکا کانون چه با پولهای داده من قمار بازی کرده ها؟ اکا به نام الله قمار بازی نکردم من همین توراتخانه رو میسازم گفتم میسازم اکا همه بیا تورات کنه که خودت بیا اکا او بازی کن ای خداوندی زمین و آسمان شفای کامل نصیب کن به اکای کنان آمین آمین خب کن خدا تو را زند شرم نمیکنی ها؟ برای طهارتخانه ساختن پول گرفتی رفته قمار بازی کردی تو خدا جزایت را دهد اگر در این شاد هستیم کسی از اونجا زنده نبراید این دفعه کارا تمام کنه تمام اکا مرا نگاه کن این را گورونه خسکم و دنیا آباد اکا جان چه ها میگویی این چی کار است اکا این کار رو نکنید لطفا این خیلی نکنید اکا من از کلتکیلاس برای شما میراث شما اکا نقشه دارین که در دورین بیتون شورک ما تای بیتون کنه این قند تبزن اکا دوملازی ها امشب در خوابم در اومد گفت که امانتی من هستی در دستی اکای کنان امانت خیانت میکنی اکا در شاهدی نمیکو شرف همین گپا گفته بود مرا گوش کن آن شخصی محترم را تو نامش را به زبان نگیر زندگی تو حرام است خدا تو را رسوا کند گور کند او را گوراند او را اکا بخشش حال بینمود و شما همش رو میگویم من پولهای داده شما را در یک کاری حلال دیگر صرف کردم دو شفقتی کارا بارد تو گوراند او را ماشین را به کار درآن ای خداوند بزرگ به خاطر این بنای نو ساخت این گوسفند را قربانی میکنیم تا خانه ها به سودا روند خدایا خداوندا در شهر ما بناهای بلند آشیانه را زیادتر گردان خداوندا قدرت هر خانه را از 10 سامانی پایانتر گردان تا بینوایان و کمبیزادان صاحب خانه گردند آمین خدایا خداوندا این قربانی ما را به درگاه قبول گردان گوسفند رو دارد گوسفند رفت ایستا آی تو کجا بروی تو قربانی هستی یا تو استغفر یا الله صبر کن میگویم من کجا حاضر من حاضر اکا چیکار میکنه نخود در بیتون آدم رو گور کنه اخلا یک چقری کنده درم چقری مرا پرتوه اکا به حال من رحم کنه این خربچه هایی که آی شفقت تو مرا آوردی بدام افتانده ها اکا من خم آوردی بد نیستم نامرد باش و زنده باش من رفتم حاضر من تو را میکشم پرانه چی باشد؟ اینه شدن کی هست؟ ایستا نگوریس تو قربانی هستی به اینجا بیا سرت را میبورم حالا ایستا این رو چیگه پس همه دیوانه ها همینجا و کجا آمدم من؟ ایستا نگوریس میکشم تو را